سلام به بخش اخبار طلا در 8 آبان 1402 خوش اومدید. بدون فوت وقت طبق روال هر روز بریم سراغ بررسی سایت متالز دیلی. امروز دوشنبه است، اخبار فوق العاده زیاده، روز اول هفته کاری هست، ولی خب مهمترین تحلیلی که توی این 20-25 تا خبر و تحلیل تا الان اومده این هست که 9 دلیلی که ما چرا باید خیلی زود طلا رو جایگزین اوراق خزانه یا اوراق بدهی آمریکا بکنیم. خب توی کلیپ‌های قبلی در مورد این صحبت کردیم که وقتی که تورم بالا میره مردم پولشون رو به سمت بازارهای امن میبرن. الان داریم به این میپردازیم که بازارهای امن حالا کدومش بهتر هستن. خب مثلا اگه کارنسی یا ارز کار میشه، خب فرانک، ین، اینها بازارهای خوبی هستن، مخصوصا ین که در یک وضعیت بحرانی است و احتمال دخالت هم از طریق بانک مرکزی وجود داره. حالا اون بحثش جداست، به اون میپردازیم در روزهای آتی. فرانک سوئیس هست، خود طلا هست، اوراق بدهی، اوراق خزانه هست و خیلی موارد دیگه. یکی از مقایسه هایی که الان انجام شده اونم این است که چرا ما باید پولی رو که به اوراق خزانه اختصاص دادیم یا میخواستیم اختصاص بدیم رو برگردونیم به سمت خرید طلا. 9 تا دلیل رو بررسی کرده، توضیحاتی هم بالاش داده، ولی خب این 9 تا دلیل و این 9 تا سناریوی خودش رو این تحلیلگر اینجا نوشته که با هم مهمتریناش رو بررسی میکنیم. نکته اولش این هست که میگه که دولت آمریکا نمیتونه که بدهی‌های خودش رو پرداخت بکنه. خب خیلی از بدهی‌های دولت آمریکا به چین هست و حالا چند تا کشور دیگه و بعدش هم حالا به سراسر دنیا، ولی خب چین تو صدرشونه. نکته‌ای که وجود داره، این تحلیل وجود داره که این بدهی‌ها توان پرداختش رو آمریکا نداره. در نتیجه اگر سود این اوراق خیلی بالا بره، به خاطر اینکه بتونه پول رو از سطح جامعه جذب بکنه و تورم رو پایین بیاره، بعدا دولت آمریکا دچار یک مشکلی برای باز پرداخت این اوراق به علاوه سودشون میشه و اینکه مثلا سودشون به یک باره در یک بازه زمانی رشد عجیب غریبی بکنه در سیستم کاری دولت آمریکا نیست که یک بار مثلا ما 40% پرش داشته باشیم، 20% پرش داشته باشیم. اگر که ما فرض رو بر این بذاریم که اصلا کلا دولت آمریکا میتونه بدهی‌هاش رو هم پرداخت بکنه، مشکلی که وجود داره اونم این است که کند رشد میکنه این میزان سوددهیش به ما. یعنی اگر ما الان بریم اوراق رو بخریم، میزان سوددهی و بازدهیش در طولانی مدت خیلی پایینه با توجه به توضیحاتی که عرض کردم. در نتیجه این یکی از دلایلی که اشاره میکنه که بهتر هست که اصلا اوراق خریداری نکنیم. نکته بعدی که وجود داره اونم اینه که ما یک نسبتی داریم در هر کشوری، نسبت بدهی‌هاش نسبت به اون تولیدات ناخالص داخلیش هست که در صورت حالا این کسر میزان بدهی‌ها قرار میگیره و در مخرجش GDP قرار میگیره، تولید ناخالص. خب هر چقدر که این صورت بزرگتر باشه عددش، این بالاتر از 1 میشه و اگر بخوایم در درصد ضربش بکنیم بالاتر از 100% میشه. اگر من بخوام توضیح بهتری بدم از نظر نموداری و گرافیکی، این اون نسبتی هست که حالا در سایت های مختلف میتونید بررسیش بکنید. توی صورتش که بدهی هست خیلی بیشتر از GDP هست، به خاطر اینه که این عدد بالاتر از 100% هست. این یه نکته خیلی مهمیه که اصلا به طور کلی وقتی میخوان اقتصاد یک کشوری رو بررسی بکنن که در نقطه بحرانی قرار میگیره، بین 90 تا 100 که این عدد میرسه میگن کشور دچار یک رکودی ممکنه بشه و یک سری مشکلاتی به وجود اومده در اون اقتصاد. بدتر اون که اصلا کلا بالای 100 بره. اگه بخوام یک مثال ساده ای رو ما بزنیم، خیلی ساده است، حالا ابعاد بزرگتری داره ولی برای درک بهتر مفهوم اونم این است که فرض بفرمایید که شما ماهیانه مثلا 10,000 تومان درآمد دارید
این 10,000 تومان رو برابر بگیرید با GDP. حالا اگر که میزان بدهی که به بیرون دارید بالاتر از این 10,000 تومان باشه، مثلا 15,000 تومان 20,000 تومان باشه، شما در یک شرایط بحرانی قرار دارید. یعنی نمیتونید بدهی‌های خودتون رو پرداخت کنید، چون اصلا کلا درآمدتون نمیرسه به اون حدی که بخواید بدهیاتون رو پرداخت بکنید. این هم یکی از دلایلی هست که در سال 2022 بدهی‌های آمریکا یک رشدی رو داشته نسبت به سال 2021 و این نشانه خوبی نیست. در نتیجه این اوراق هم باز به دلیل بالا رفتن بیش از حد بدهی‌ها نمیتونه که بازدهی خیلی بالا و مناسبی داشته باشه. دلایل دیگه ای رو توضیح میده، اونم اینه که مثلا فدرال رزرو نمیتونه که نرخ بهره رو خیلی بالاتر ببره به خاطر که بتونه تورم رو کنترل بکنه. خب این نرخ بهره که بالا بره برای جمع کردن پول در سطح جامعه است. وقتی که این یک مقداری آداپته بشه جامعه، بعد از 3 تا 6 ماه در یک نرخ بهره ثابت یا یک نرخ بهره نزولی، یک مقداری تورم رشد میکنه و این تورم مجددا باعث میشه که مردم به فکر این باشن که چگونه سرمایه خودشون رو نسبت به این تورم حفظ بکنن. در 2 تا دلیل قبلی اشاره شد که چرا اوراق خزانه و اوراق بدهی آمریکا مناسب نیست. در نتیجه میگه که به دلیل اینکه تورم یک امر بدیهیه که بالا بره با این توصیفاتی که علامت تنش‌هایی که در دنیا وجود داره، پس باید پول به سمت یک سرمایه امنی بره که الان مقایسه طلا و اوراق خزانه و اوراق بدهی وزنش نسبت به طلا سنگین‌تر، یعنی طلا سنگینی میکنه به اون وضعیتی که ما بیایم پولمون رو بدیم به اوراق. به خاطر که حالا ویدیو خیلی طولانی نشه، یک نکته خیلی مهمی هم اشاره بهش بکنیم، اونم این است که مدتی هست که خارجی ها، یعنی نهادها، کشورها، کمپانی های خارج از آمریکا علاقه به این ندارن که بیان اوراق آمریکا رو خریداری بکنن مثل سابق، چون حالا دلایل مختلفی داره که یک ویدیو کامل، اصلا یک پادکست کاملی رو باید ما در موردش صحبت بکنیم. ولی خب این هم یک دلیل مهمی هست که این وقتی شما خریداری برای هر چیزی نیست، هر چیزی که شما مد نظر بگیرید، یه تیکه سنگ هم در نظر بگیرید، وقتی خریداری براش وجود نداره، در نتیجه رشد مالی و ارزش اون قطعه، اون کالا کم میشه در بازار. مردم آمریکا درسته که خیلی هاشون علاقمند هستن که مثلا اونایی که سنتی تر کار میکنن علاقمند هستن که اوراق خزانه رو بیان خریداری بکنن، اما بخش زیادی از این خریدها توسط خارجی ها بوده. حالا شرکت ها، خود کشورها، کمپانی ها و جاهای مختلف می اومدن و این اوراق رو می خریدن، ولی الان علاقه به این کار ندارن و این هم کاملا مشهوده. یعنی از نظر آماری شما در سایت های مختلف حد مثل اینوستینگ و اینا رو آنالیز بکنید، می بینید که خرید اوراق توسط غیر آمریکایی ها کم شده و در نتیجه خود این هم بازده رو پایین میاره. برای جمع‌بندی این که وقتی ما یک پولی داریم که باید به سمت یک جایی بره که حفاظت بشه از تورم، یکی از اونا اوراق خزانه بوده، اوراق بدهی آمریکا بوده که با توجه به این توضیحات و این تحلیل ها پول چندانی به سمت این نمیره و در نتیجه اگر ما مثلا چند تا رقیب داشته باشیم که بخوایم بهشون ارزش گذاری بکنیم، طلا، ارز، نفت و حالا خیلی از موارد دیگه، الان میبینیم که کفه ترازو به سمت طلا هست نسبت به اوراق. در نتیجه خود این یک دلیل خیلی مهمی میتونه باشه مبنی بر این که چرا طلا در آینده هم رشد خواهد کرد با توجه به این تنش‌های اخیر خاورمیانه که هر روز هم داره متاسفانه شدیدتر میشه. فعلا سیگنال به سمت بالا هست و ما باید دنبال این باشیم که یک معاملاتی رو به سمت لانگ طلا بگیریم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. ما با یک تحلیل تکنیکال برای فردا در ساعت 8 شب هم در خدمتون هستیم و
اونجا با هم بررسی میکنیم که وضعیت نموداری و تکنیکالی طلا به چه سمت و سوی هست.